زل زدی به صفحه کامپیوترت، ولی آیا اونجایی؟ آهای الو، اصلا راهی هست که بتونی اینو بهم ثابت کنی؟ پس به نظر میرسه تو وجود نداری و من وجود دارم. من همیشه یه چیزی برای گفتن دارم. تو چی داری که بگی؟ بهش فکر کن. کافه دمنوش یکم چیپس بدین. چقدر شورش آور. یا عزیزم باید برم همون، اما در واقع میشینی رو کاسه توالت و به معشوقت پیام میدی. خیلی از میخوام جغ بزنی. کل زندگی چیزی نیست جز دروغ، پر دعواهای خونگی، اعتیاد به اینترنت و بردهداری موبایلی. خب اشتباه میکنم. حالا بهم بگو تا کاری کردی که واقعا خارج از چارچوب باشه؟ هیچ وقت. و میخوای بدونی چرا نمیتونی؟ چون خارج از منطقه امنته و تو توش بسته بندی شدی، انگار که توی کیسه پلیپروپیلن تقویت شده بسته شده. تا حالا شده حتی یه کار برای خودت انجام بدی؟ آیا تا به حال به جای منتظر دستور بودن راه خودتو رفته؟ فقط انجامش بده ها؟